اصلا تصوراتم از بزرگ شدن این نبود. من بچه بودم، خیلی دوست داشتم بزرگ شم، اصلا مستقل شیم، تنها بریم بیرون، خانواده نباشه، زنگ بزنه گیر بده کی میری کی میاد. ما بزرگ شدیم دیدیم ای بابا یه روزایی میاد اصلا انقدر آدم امنی و پیدا نمی‌کنی باهاش حرف بزنی، اصلا صدای خودت یادت میره از تنهایی. یه وقتا میشینی پای کار میبینی نصف شب شده یه نفر نیست بیاد در اتاقتو بزنه بگه غذاتو خوردی، شامت یخ نکنه. اینو بچگیامون. یا مثلا دوستات هستن میتونی تا نصف شبم باهاشون بیرون باشی، ولی اصلا دنیا عوض شده، زندگی انقدر جدی میشه که اصلا به این چیزا نمیرسی. ببین منظورم چیه؟ منظورم اینه که یه روزی میشه دلت میخواد خانواده باشه اصلا گیر بده، باشه اصلا اذیتت کنه، ولی خانواده‌ت اذیتت کنه، غریبه این کارو نکنه. باشه یه جا میرسه کلی آدم میشناسی، همه کارم اجازه داری بکنی، ولی بابا اینا کیه؟ من دلم خانواده‌مو میخواد. اونجا